حضرت گفتن که چهار چیز نشانه خداداریتونه. باید گفت داریم که این بسیار بنده خداداده. حقیقتا مثال عطای خداوندی در همین 4 چیزه میگن. یعنی اگر حاضر ما برادرها همین 4 چیزی که گفته میشه اگر داشته باشیم ما انشاءالله با دل پر گفته میتونیم که ما بنده خداداد بدهیم. بسیاری نمود داروهای گیاهی هستند. هستای برای پوچکی یعنی برای گرده ها، سیسید اونیریز هستای، پراستاتیت هستای، همچنین ژنسکی زداروی برای پامیت، شیتاویتکا هستای، داولین نورم هستای برای آدمایی که دیل شدار میکنن، داروی سرس هستای، میناکسیدیل هستای برای ریش و موی سر، همچنین برای سمیمومند برای بزبالشوی، اکس پیگمنتو و صابون مار برای آدمایی که در روشون مارشی ندارن، همچنین برای آدمایی که کسل ویتیلیگو میشن مردم ما تست میگن برای ویتیلیگو هستای برادرو. بعد اینجا اومگی هستای سپیڅن شامپونو برای ریش آدمایی که ریشش مرصد جین نیست برای هموار کردنش. بعد اومگی برادرو مازی کلکوین هستای بسیار نمود مزه هستای که برای پدرها و مادرای کلون سالان در کار میشوه. مرحمت برادرو مراجعت کنید با همه شهرها را در صفحه داریم. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. رحمت خدا به ما بده. ما از زمره بندگانی شقی نه بدبختش نه، از زمره بندگانی نیکبخت شیم. یکی از همونها که پیشتر ما برادر در گردی همی صحبت میکردیم این المرأة صالحه. هرگاهی که برادرها در نکاحتون اگر زن صالحه داشته باشید، من همین 4 چیزی را که اولی میگم میگذارم، بعد در بعضی محفل ها همین رو ما تکرارم کردگی بودیم. برادرای بودن که از همین یکیش ندارن، یعنی همین 4 چیز در بسیاری از برادرایی که خیلی بچه های خوب بودن گفتن حاجی بابا هم یک تش نیست و نامش هم میگرفتن. یعنی یکی از همونها برادرای عزیز ای چی بده است؟ هرگاهی که اگر ما زنی صالحه داشته باشیم. شما مفهوم زنی صالحه را میفهمید نه؟ زنی صالحه چیه؟ او بعض برادرها میگن ای بچه عمل صالح را زیاد کنی که نمیگه عمل صالح چیه. لیکن مفهوم زنی صالحه، معنای زنی صالحه چیه؟ یک زنی که برادران عزیز و گرامی در قلبش ترسی الله دارد. ببینید یعنی یک زنی هست که خالقش هم میشناسه، رازقش هم میشناسه و با موافق فرموده همو الله مهربان وقتی قدمش هم میگذاره حیات چه روز گذرانی میکنه میگن این زنی صالحه. در هر یک کارش مقصد چکار میکنه؟ پیش از انجامش میبینه که مبادای همین کار آیا فرموده الله یا منشیدگی است، او را میبینه و بعد انجامش میده. لیکن من میگم برادرها که میگه هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. شیخ سعدی میگه اگر کدامی همخوابه همخیلی داشته باشی
تو برادری عزیز گفتی همی مردم های خودمان که تا کتاب گوست مونده پرتوکی صغیره خود داد بده. اگر همی را داشته باشی میگه خدا را به رحمت نظر سوی توست. اگر هم خوابت همی خیلی آدم باشه الله به نظر رحمتش ترا نگاه میکنه. یعنی ای حساب زنی خوب نظر رحمت الله در تو میشود. من یک قصه خواندم برادرای عزیز اکی این چیزا دیگر الله دانایه که دیگر خیلی ممکنه یا مقصد مرا گمانم ناخوبه یا گمانم بده یا ممکن هم خیلی هم هست اکی انشاءالله لیکن خیلی به فکرم کمه. یک نفر جناب رباح قیسی میگن در قصه میگذره. رباح قیسی الله را همیشه سپاسگزاری میکرد که اگر چنده که از دنیامو از امکانیتم اگر چنده که به من کمم رسیده باشد لیکن بر من زنی خوب داده الله. ولی بی برادرای عزیز آدمی هست که همه شرایط امکانیت داره یکی زنی خوب نداره. بگیم تمامی همو کت کود تمامی همو مثال بگیم امکانیت و شرایطش همه دغدغه و دبدبش مادامی همین زن که زنی خوب نباشه هیچ کیفیت برده نمیتونه هیچ راحت نمیبینه. برای همین برادرای عزیز و گرامی رباح قیسی میگه الله را بسیار سپاسگزاری میکرد که خدای مهربان ای همین جهت مرا مقصد دست ما پر کردگی. اگر رباح قیسی چخیلی زن داشت میگه وقتی که برادرای عزیز قسمت آخر شب نشیده زنش می آمده است نزد رباح قیسی داود میفته است که مردک از حدیث پیامبر گرامی آیا بیخبر موندی یا فراموش کردی که پیامبر گرامی گفته است که هر کسی که اگر نماز تهجد میخواند نماز تهجد چه میخواند او را نزد دروازه ملائکه ها نزد دروازه جنت ملائکه هایی هست که او را استقبال میگیرند. آدم های نماز شب خانه او را استقبال میگیرند او بسیار میمون های گرامی هست و اونها را نمیمانند که حتی مثال قدم زنند میگه بالای دستاشون آدم های نماز تهجد خانه میگیرند میبرند. آیا پیامبر گرامی آیا ای رباح از این حدیث پیامبر بخبر مونده؟ میگه اگر چند رباح قیسی نماز شب خان بود لیکن خانومش میگه بیدارش میکرد. میگه وقتی که شاید حضرت رباح هم روزها مشغول کار بودن خیلی انسان مرد آخی اگر میگه یکی اگر دیری میکرد یک چوب هم میگه میگرفت میامده نزد شد میگو رباح بخیر برای عبادت نماز شب با امو اللهی که ما تو را آفریده است همین دنیا با مثال همین یک چوب پیش خداوند قدر نداره هیچ قدر نداره چیزی از ما میماند همین است که از ما دور کد نماز امسال و سوی الله مهربان بخونیم. میگه عبادت همه کده پشتی نماز در حق پدر و مادر و در حق این زن دعا میکرد که مقصد الحمدلله رب العالمین که بین که خانم من غم آخرت من میخوره. چقدر نیکنه وقتی زن بخیزه نماز تهجد خونه یا بیا مردکش بیدار کنه بیا مردک نمیخیزی نماز تهجد بخونی. به نام خدا قسم هست خواهر من از تلفن ها وقتی سوالاشون رو گوش میکنم میگن که حاجی بابا دعا که همین مردک محمد در نماز ببینم دیگه یگون ارمان ندارم. مردک هم نماز نمیخونه به نام خدا قسم همین دعا که همین مردک محمد نماز خون بینم این همین قدر آرزو دارم. هست ایتری زن ها هم هستن. برای همین ببینیم مثال چگونه یک زن های هستن که بعد از اینها برادران چی فرزندای خوبی بیرون میشید. وقتی زن نماز شب خونه تصور کنید وقتی زن پایبندی مثال طهارت باشه وقتی کوشش کنه که یگون معصیت نکنه اینها وقتی با دیگر جمع میشوند
از بین اینا میدونین چه فرزندای خوبی بیرون میشود، فرزندای نیکی بیرون میشود.